این تنها چایخانه نبود، این بلکه یک قدمگاهی واقعا هم اهل ادب، اهل هنر و همیشه هر روزه بگویم که فعالیت یا تمرین ها یا کار تئاتر لاهوتی از همین چایخانه راحت شروع می شد. همه بزرگواران مثل اصلی برهانوف، محمود طاهری، برهان رجبوف، محمد جان واحدوف، هاشم گدایف، همه بزرگواران صبح که می آمدن اول اینجا حتما در چایخانه راحت جمع می آمدن، گرد یک پیاله چای با هم صحبت می آراستند.